به صورت کلی اقدامات که برای امنیت موتورخونه لازمه که کسی انجام بده چه اقداماتی هست؟ خب ببین، امنیت که داری میگی از چه لحاظ؟ از لحاظ اینکه دزدی انجام بشه یا از لحاظ اینکه یه موقع مثلا آتش سوزی؟ امنیت عملکرد موتور. عملکرد. یکی اینکه توی موتورخونه حالت انباری نباشه. چون اسمش چیه؟ موتورخونه. توی موتورخونه فقط باید اجزای موتورخونه باشه. یکی اینکه سیستم اعلام حریق یا اطفاء حریق توی موتورخونه داشته باشه. دیگه بهترین راه حلش همون اعلام حریقه. اعلام حریق خب خیلی چیز خوبیه. شما به محض اینکه توی موتورخونه حادثه‌ای چیزی رخ بده، این دودی که احساس میکنه رو دستور میده به دستگاه‌هایی که توی به قول معروف حالا راپله میذارن یا توی لابی ساختمون میذارن، شروع میکنه آجیر زدن و کاملا ساکنین رو متوجه میکنه که آقا داخل موتورخونه مشکلی پیش اومده، حتما باید درست کنید. بعد خدمت شما عرض کنم کپسول آتش نشانی حتما توی موتورخونه ها باشه. این یکی از چیزهای خیلی خوبه که تمام این به قول معروف سازمان آتش نشانی هم نامش رو زد که گفت آقا توی موتورخونه ها حتما کپسول آتش نشانی بذارید، چون خودش باعث اینه که یه موقع خدای نکرده آتش سوزی چیزی ایجاد بشه، خطر ایجاد نکنه، طرف بتونه با همون کپسول خاموشش کنه.